مر يوم مر شهر مر دهری. رمضان مبارک است. 11 ماه تو گناه کرده ای، 11 ماه از الله فرار کرده ای، 11 ماه تو الله را نشناختی، 11 ماه صفات الله در ذهنت نآمد، آخرت در ذهنت نآمد، جهنم در ذهنت نآمد، عذاب جهنم در ذهنت نآمد، محاسبه و ملاقات الله در ذهنت نآمده. یاغی و باغی بودیم، ده رمضان آمده، به الله رجوع بکنیم، به پروردگار رجوع بکنیم، دقیق شویم. این کدام ماست؟ چه قسم رجوع کرده میتونم، چه قسم توبه کرده میتونم، چه قسم اظهار ندامت کرده میتونم، چه قسم واقعا خودم میشناسم و الله سبحانه و تعالی را میشناسم. عجیب است، بسیار عجیب است. الله سبحانه و تعالی، به الله قسم، بنده خدا نمیخواد که در جهنم بندازه. الله خواسته که بنده های خدا به اشکال متنوع گناهش معاف بکنه و یا را مستحق جنت بگردانه. ولی تو بندستی که غافل هستی، تو بندستی که از اعلامی که الله میکنه خبر نداری. آیت برات خواندم، قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا عبادی الذین، ای بندگان ما، ای بندگان ما، کدام مردم اسرفوا علی انفسهم، که زیادت کردن، از حد تجاوز کردن بالای نفسای خود. هر انسانی که گناه میکنه به نظام الله هیچ تغییری نمیاره، به الله هیچ نقصانی رسانده نمیتونه. هر انسان گناه میکنه، ظلم سر خود میکنه، نفس خود به عذاب الله، به غضب الله پیش میکنه. ولی الله سبحانه و تعالی چقدر مهربان است، چقدر رحمان است، چقدر رحمان است. پیغمبر خدا میگه بگو به بندگان ما، بگو به بندگان ما که گناه کرده، انواع گناه ها را کرده، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشوی، مایوس نشوی. رحمت الله وسیع است. الله اکبر. الله لازم گرفته وسعت رحمت خدا، نوشته کرده رحمت خدا. بیایی در این روزا در وقت افطار دست بالا کو، گریان کو که الله اینقدر نعمت های تو را من استفاده کردم اما شکر گزاری نتانستم. اینقدر لحظات ما در بهید و گی دیر شد، اینقدر لحظات ما در گناه دیر شد، اینقدر لحظات ما آزار و اذیت بود، دو دشنام بود، فقط نیت و اراده خراب داشتم. الله چه بهترین فرصت قبول کردن دعا را برای ما نصیب کرده ای. الله، ما بسیار محروم میشم اگر امروز دمی روز دعای ما قبول نشوه. الله، اگر ما دعای مستجاب نشوه سخت محروم هستم. خدا الله، اگر هر قدر گناه دارم، یقینا گناه دارم، معصوم نیستم، انسان خطاکار هستم، اشتباه میکنم، نسیان میکنم، جاهل هستم از عاقبت گناه، از انجام گناه. لیکن یک امر دارم، یقین دارم الله که تو رحمان هستی و بخشش میکنی گناه را. الله تو رحمان هستی، بخشش میکنی گناه را. من مایوس نیستم اگر کل کوهاوری گناه دارم، از رحمت تو مایوس نیستم، چرا خود گفته ای لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله مایوس نشو. مر یوم مر شهر مر دهری.